درود بینندگان عزیز، صبحتان بخیر. امروز شنبه 29 دکبر است. تا فرا رسیدن سال نو میلادی همگی دو روز دیگر باقی میماند. امیدوارم در آستانه جشن سال نو طبعی خوش و ایدانه داشته باشید. اینجا نخست نظر می اندازیم به وضع باد و هوا در شهرهای پراگ و دوشنبه. هوای شهر پراگ قرارگاه مرکزی رادیو آزادی صبح امروز 2 درجه گرمی دارد، در دوام روز 5 درجه گرم می شود. حرارت هوا در شهر دوشنبه 9 درجه گرم است، در دوام روز 18 درجه خواهد شد. بیننده ارجمند، نویدی بامدادی را با خبرهای تاجیکستان شروع میکنیم. شرکت هواپیمایی سامون ایر از 29 دکبر پروازها در مسیر شرم الشیخ مصر را آغاز میکند. تیمور بندیشویف رهبر ریاست اطلاعات این شرکت در صحبت با رادیو آزادی با تصدیق این خبر گفت که پروازهای چارتری یعنی در 10 روز یک مرتبه صورت میگیرند و افزود که مسئولان این پروازها شرکتی سیاحی کامپاس از قزاقستان بوده در تاجیکستان به جلب مسافران و سیاحان شرکتی محلی مشغول است. با گفته تیمور بندیشویف نرخ پرواز با شمول استراحت 10 روزه سیاحان از $600 آمریکایی شروع می شود. 2 ماه قبل شرکت سامون ایر عین چنین پروازها را به سمت شهر انتالیای ترکیه شروع کرد که فعلا علاقمندان زیادی استراحت از میان ساکنان تاجیکستان را پیدا کرده است. بیننده ارجمند، اینجا رو میاریم به خبرها از خارج تاجیکستان. پلیس روسیه دست کم 3 راهرو را که با شکایت از پرداخت نشدن ساعت‌های اضافی کاری در نزد اداره حاکمیت ناحیه ناگورنی جمع شده بودند بازداشت کرد. راهروها میگویند که آنها را مجبور میکنند به جای کارمندان بوجوی کوچه ها را از برف تازه کنند، اما پول نمیدهند. به گفته کارگران وظیفه آنها تنها از تازه کردن حولی بیناها عبارت است، نه پاککاری کوچه ها. پایگاه اویده اینفا روز 29 دکبر خبر داد که رئیس شورای ناحیه با اعتراضگران ملاقات کرد. ورورا گریزنووا فعال حقوق بشر روسیه گفت در اعتراض اساساً شهروندان ازبکستان و قرقیزستان اشتراک کردند. بازداشت شده ها حداقل به 2 اداره پلیس انتقال یافتند. و برگردیم به خبرها از تاجیکستان. 27 دکبر در ناحیه شاه منصور دوشنبه بینای نوی کمیته دولتی امنیت ملی افتتاح شد. رسانه‌های دولتی تاجیکستان اطلاع دادند که روز 27 دکبر در مراسم افتتاح این بنا رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جنرال سید مومن یتیموف و رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی شرکت ورزیدند. رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی بینای نوی شعبه کمیته دولتی امنیت ملی در ناحیه شاه منصور را تحفه ارزشمندی پرزیدنت امامعلی رحمان به روز کارمندان امنیتی در تاجیکستان گفته است. دادگاه ناحیه دهوشتیج در ولایت سوخت یک ساکنی 59 ساله را که به جای گروئین به خریدار شرطی بر عوض 15,000 سامانی بسته 2 کیلو نمک آش را آورده است به 12 سال زندان محکوم کرد. رحیم قادروف ساکنی دهه دهکت جماعت راسراووت ناحیه دیوشتیش را دادگاه روز 20 دکبر با اتهام قصدی قاچاق مواد مخدر گناهکار اعلام کرد. این حکم هنوز قوه قانونی نگرفته است. در حکم دادگاه در شرح قضیه گفته شده است که رحیم قادروف همراه شخصی که خود را فرهاد معرفی کرد به پایتخت رفته به او وعده داده است که 2 کیلو گروئین دسترس میکند، ولی شریکانش که یکی از آنها جورابای میرزابایف همدیه و دوستی دوران کودکی قادروف می باشد گروئین را پیدا کرده نمیتوانند. آنها با مشورت برای از خود کردن پول نقدی قادروف 2 بسته نمک آش را با سلوفان و سکوچ بسته به جای گروئین به او میدهند. وقتی که او این بسته ها را در محله سمزواد شهر دوشنبه به خریدار شرطی داده از او 14,250 سامانی و $100 دیگر میگیرد، کارمندان پلیس و سپس شریکانش را دستگیر میکنند. نماینده مرکزی شاه سلمان از عربستان سعودی گفت که کمک‌های این کشور به تاجیکستان از انگیزه‌های سیاسی و مذهبی عاری است و صرف خصوصیت بشری دارد. احمد البعیس نماینده مرکزی شاه سلمان در مراسم تقدیم کمک‌ها گفت که مرکز آنها با کشورهای به قول او دوست چون تاجیکستان همکاری‌های بی‌غرض به راه مانده است. با تاکید البعیس مرکز شاه سلمان به عنوان یک مؤسسه خیریه سال 2015 تأسیس شده با 44 کشور جهان $84 میلیارد یاری به بازگشت ارائه می‌کند.
رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگوید این کمک‌ها پس از ترمفرایی سال 2016 هم صورت گرفته بودند که 28 کشته بر جا گذاشت و رهبری مرکزی شاه سلمان بخش از آن وضعیت را با چشم خود دیده است. نظرزاده گفت آن شب و روز رهبری مرکزی شاه سلمان در دوشنبه بود و آنها یک جا به دره ورزاب رفتند. وزارت دفاع تاجیکستان پیشنهاد کمیته زبان و اصطلاحات را در مورد ترجمه رتبه‌های حربی به زبان تاجیکی کاملا رد کرده است. قبلا کمیته زبان و اصطلاحات پیشنهاد کرده بود که برای مثال پالکوونیک سرلشکر و پالکوونیک لشکریار ترجمه شود. وزارت دفاع تاجیکستان در نامه جوابی به کمیته زبان نوشت که رتبه‌های حربی اصطلاح‌های بین‌المللی هستند و ضرورت به ترجمه آنها نیست. مسئله برگردانی رتبه‌های حربی به زبان تاجیکی بارها در صحیفه‌های مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است. ژنرال مستعفی امیرقل عظیموف دبیر پیشین شورای امنیت تاجیکستان روز 27 دکبر گفت که در این بحث از موقع وزارت دفاع پشتیبانی می‌کند. وی گفت اصطلاح‌های مثل ژنرال، ادمیرال یا پالکوونیک و دیگر رتبه‌ها در اکثر زبان‌ها موجودند و تاکنون استفاده می‌شوند. حالا به تاجیکی ترجمه شوند تا زمانی که نظامی‌ها عادت می‌کنند مهلت زیاده می‌گذرد. بهتر است که لیتینانت یا پالکوونیک ها را تربیت کنیم که افتخار و حس وطن دوستیشان بالا باشد. از تغییر دادن زبان رتبه ها مفهوم عوض نمی شود، گفت او. بیننده ارجمند، یادآور میشیم شما نویدی بامدادی را تماشا دارید و حالا رو میاریم به خبرهای ورزش. فدراسیون فوتبال تاجیکستان برندگان جایزه های انفرادی را از روی نتیجه گیری موسم سال 2018 اعلان کرد. غالبان از روی نامیناسیون های مختلف در یک مراسمی که روز 28 دکبر در شهر دوشنبه در مجموعه کاخ سروش دایر گردید با جایزه ها مکافاتانیده شدند. احسان پنجشنبه نیم حمایتگری دسته استقلال دوشنبه و منتخب تاجیکستان با جایزه بهترین بازیگر سال سرفراز گردید. نیکولاس تاشیچ با جایزه بهترین دروازه‌بان سال، خورشید بیکنظرف از تیم خوجند با جایزه بهترین حمایتگر سال، کرامت الله سعیدوف از تیم خطلان باختر با جایزه بهترین نیم حمایتگر سال، جهانگیر ارگشف از تیم خوجند با جایزه بهترین حمله‌گر سال مکافاتانیده شدند. با شریدین بابایف از تیم استقلال که در موسم امسال 12 گل زده است جایزه بهترین نشانزن لیگ عالی سپرده شد. علی جان توردی نظرف که با راهبری او تیم کوکتاش ناحیه رودکی در مسابقات قهرمانی تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی صاحب مدال‌های برنجی گردید با جایزه بهترین مربی سال سرفراز گشت. سیاد جان زینیدینوف از شهر دوشنبه صاحب جایزه بهترین داوری سال گردید. مقامات افغانستان رهبری فدراسیون فوتبال این کشور را در زمینه اتهام آزار جنسی و جسمانی بازیگران زن در گذشته و حالا ممنوع الخروج اعلان کردند. دادستانی کل این کشور روز 28 دکبر اعلان کرد که رهبری فدراسیون فوتبال کرامالدین کریم و 4 عضو فدراسیون حق ندارند از کشور خارج شوند. دادستانی کل افغانستان روز 5 دکبر چند روز بعد نشر مطلب نشریه زگاردین در رابطه با آزار جنسی زنهای فوتبال باز افغانستان این 5 نفر را از مقام برکنار و به تحقیق قضیه آغاز کرد. روز 9 دکبر فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا کرامالدین کریم را از فعالیت در سطح کشور و میقیاس بین‌المللی برای 90 روز محروم کرد. قرار دادستانی در رابطه با ممنوع الخروج شدن راهبر و 4 عضو دیگر فدراسیون فوتبال افغانستان یک روز بعد از نشر بخش دیگری گزارش زگاردین صادر شد. نشریه بریتانیایی در گزارش اخیرش شکایت زنهای فوتبال باز افغان علیه کرامالدین کریم را نشر کرد که از دست درازی جنسی تا آزار جسمانی و تهدید به خانواده‌های آنها را فرا گرفته است. بیننده ارجمند، در پایان برنامه امروز نظر هم داشتیم به قرب اسعار در تاجیکستان. بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی تاجیکستان $1 آمریکایی 9 سومانی و 42 درم است. 1 یورو واحد پولی اتحاد اروپا 10 سومانی و 80 درم و 1000 روبل روسی 135 سومانی ارزش دارد. شما اگر میخواهید اخبار از این بیشتر را مطالعه کنید پس سری بزنید به سامانه www.azadi.org و صحیفه های اجتماعی رادیو آزادی در شبکه‌های فیسبوک و ادنا کلاسنیکی. گزارش های ویدیویی ما در صحیفه ویژه آزادی ویدیو در یوتیوب دسترسند.